شده که فرار نمودن از مؤسسه اصلاحی 3-3 که برای جنایت‌های وزنی مخصوصا وزنی گناهکار کرده میشود حسیش بذاره گردانده شده. لیکن از سبب اون که این کار در داخل مؤسسه اصلاحی رخ داده است ما پرونده جنایتی آغاز کردیم، هم عایدی کشتار هم عایدی خنک نظری که برای چی همین حادثه رخ داد. در حالت حاضره نسبت بنابر سبب اون که پرونده جنایتی اولا در استحصالات ما بود، حاضر در استحصالات مفتشان پروکراتورای گنرالی قرار دارد. وابسته به پرونده جنایتی 2 نفر کارمند مؤسسه دستگیر و حبس کرده شدند. اکنون حاضر تفتیشات ادامه دارد. تفتیشات که خلاصش برآورد میتوانیم ما از نتیجه تفتیشات به شما معلومات درست سازیم. حاضر تفتیشات پیشکی ادامه دارد. با کدام ماده نسبت این کارمندان با ماده 104 این کشتار، با ماده 322 این خنک نظری پرونده جنایتی مذکور آغاز کرده شده است. ولی در رفت تفتیشات میتواند دیگر حالات قطعی آغاز شده باز پرونده یک جای کرده شود، چون این کار تفتیشات مهم نیست.